موضوع شراب قریب که صحبتی خود به آخر رسوندیم. اگر یادتان باشد در موضوع خمر بود، شراب و مواد مخدر، یک اندکش مانده بود قصه نماز خواندن حضرت امام اعظم بر جنازه شخصی که در حالت مستی از دنیا رفته بود. همه را گفته بودم براتون بیان میکنم، اما پیش خود اندیشه کردم اگر الحال ما همون قصه را که بسیار قصه جالب است اگر بیان کنیم با شرح توضیحش میترسم که با یک هفته دیگر میگذرد. وعده ای که ما برای شما دادیم در موضوع اندک صحبت کردن حول صحابیان گرامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با سخن نخواهیم گفت. امروز واقعا احتیاج مردم ما به دانستن تاریخ اسلام از هر وقتی تبدیل شدیدتر است. متاسفانه اکثر جامعه تاریخ اسلام خود، تاریخ دین عزیز خود، تاریخ ملت خود را واقعا نمیدونند و این با ثبوت رسید است که هر خلقی که تاریخ خود نمیدوند، تمدن خود نمیدوند، او خلق، او مردم منقود شدند. شخصی که تاریخ خود نمیدوند، با تاریخ دین مبین خود افتخار نمیکند، والله او نه نام دارد نه ناموس. از کجا دیگر ناموس اسلامی در وجود او میماند؟ حتی من شاهد حال هستم که بعضی برادرایی که در میان مردم با علم و دانش و معروف هستند، در نظر دارم علمای همه جانبه را، هم دنیوی و هم بعضا دینی، با نام همدان معروف هستند. زنتاک شو میگن در زبان روسی، اما کرسوار و چینواردار و یک لحظه حل میکنن میپرتوین. حتی شخصایی که بعض سوالهایی را که برای مردم روس، برای مردم روسیه مشکل است جواب گفتن شد، اینا جواب میگن. اگر سوال شدنی محاربه کولیکا و کشید گپت میزنن، کدام سوال؟ محاربه کریونوال، محاربه برادینا، درباره جنگ‌های ناپلیون قصت میکنن که حربی واترلو چقدر با وقوع پیوسته، چقدر در آسترلیتز ناپلیون شکست خورد و فلان و بیسمدان، حالا بالا و بتر هم میدونن. اما وقتی از تاریخ اسلامش سوال بکنی نمیدونن. شاید همین بدر و احد بدونن خلاص. چرا؟ زیرا که در زمان شوروی کوشش میکردن که تاریخ اسلام از برای مسلمانان مکتوم نگاه دارن، پوشانن، تا اینکه مردم از حقیقت اسلام مخبر نباشن. مردم منقود کردن. امروز الحمدلله تمام شرایط مهیا شده است، کتاب ها دسترس است، امکانیت ها هست، اما مردم دیگه از خواندن ماندیم. کتاب زیاد دست خواننده کن، بسیار جای تأسف است. همون کسایی هم که کتاب میخونن به حقیق متعصب هستن که نمیخونن که از همون دایره علمی خودشون یک ذره پاشنه فراتر بذارن. همین نشونه جهالت ما نیست چیست؟ در صورت ما ملت متمدن میگردیم، در صورت مردم دنیا ما را اعتراف میکنن که ما از تمام فنون با خبر باشیم، چیزهای تاریخ اسلام، از تاریخ بشریت انسانیت ما باید با خبر باشیم. در غیر این ما میمونیم در همون جهالت اصلی بیانگی ما. از این خاطر میخواهم یک چند هفته را در موضوع صحبت تاریخ اسلام با شما برادرای عزیز سپری گردانیم، خاصتا تاریخ صحابیای گرامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بالخصوص خلفای راشد رضی الله عنهم، نزدیکترین دوستای پیغمبر گرامی اسلام، شخصایی که تاریخ اسلام را به دست خود نوشتند، شخصایی که اسلام را در تمام عالم منتشر ساختند. میخواهم یک صحبت با شما داشته باشم. واقعا صحابیای پیامبر صلی الله علیه و سلم چون ستاره های فروزان هستند در آسمان ملت اسلامی. هر کدامش نوری دارد، هر کدامش جلوه دارد. یک حدیث است در اسنادش ضعف است، اما ما نمیخواهیم به یگان حکم ثابت کنیم، در فضایل الاعمال آوردهش میشود.
حضرت صلی الله علیه و سلم فرموده است اصحابی کالنجوم، صحابیای من مثل ستاره ها هستند. فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم. پس شما ای مسلمانان با هر کدام از این صحابی‌ها که اقتدا کنید هدایت می‌یابید. واقعا صحابیای پیامبر صلی الله علیه و سلم ستاره‌های درخشان ملت اسلامی هستند. خداوند متعال در اطراف حبیب خودش جوانمردترین بندگانش جمع آورده است. واقعا یک ضرب المثل روسی است، میگن скажи кто твой друг, скажу кто ты. تو بگو که رفیقت کی است، من میگم که دختر کی است. یعنی هر انسان میتوان که از اما حلقه مصاحباش، از حلقه همنشیناش تعیین نمود که معرفتش تا کدام درجه است، ننگ و ناموسش تا کدام درجه است، حتی ایمانش به کدام پایه میرسد. کند همجنس با همجنس پرواز. پس صحابیای پیامبر صلی الله علیه و سلم در مجموع کسایی هستند که او حضرت به چشم دیدن، صحبتی گوارای او را به گوشهاشان شنیدن، نه فقط به گوشهای سر، به گوشهای جانشان شنیدن، او را در ضمیر خود جا دادن، در اعماق بطون خود محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم را پرورش داده و دیگر مسلمانان و شاگرداشان و تابعین و تبع تابعین رساندند. امام احمد در مسندش، امام طبرانی در معجم کبیر و امام بزار در کشف الاستار از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنند: ان الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلی الله علیه و سلم فبعثه برسالته. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که فقیه امت اسلامی است میفرماید و درسته که خداوند متعال به قلب بندگانش نظر انداخت، از میان تمام بندگانش محمد صلی الله علیه و سلم را همچون خاتم نبوت اختیار کرد، شخصی که آخرین پیغام خداوندی را حمل میکند و به دوش میگیرد و او را به پیغمبری مبعوث نمود. ثم نظر في قلوب العباد فاختار له اصحابه فجعلهم انصارا لدینه. بعد از اون میگوید باز در قلب بندگانش نظر انداخت و از برای حبیب خودش هم صحبت ها اختیار کرد، از برای حبیبش دوستا اختیار کرد و اونا را کمک کننده رسول خود و کمک کننده دین اسلام قرار داد. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه المسلمون قبیحا فهو عند الله قبیح. پس گفت هر چیزی را که مسلمان حسن میدانند، هر چیزی را که مسلمان قبول دارند او نزد خدا هم حسن است. هر چیزی را که مسلمان تردید دارند نسبتش، انکارش میکنند، قبولش ندارند، نزد خدا هم قبیح است. پس صحابیای گرامی پیامبر صلی الله علیه و سلم آنچنان که ذکر کردیم ستاره‌های درخشان این ملت هستند و در میان اینها ستاره‌هایی هستند، چرمه‌هایی هستند که به بزرگیشون مثل آفتاب درخشان هستند، چون ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی الله عنهم که اینا بزرگترین صحابیای پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. مرتبه و منزلت اینها از دیگر صحابیای پیامبر بالاتر است. در میان صحابیان از روی فضیلت در جای اول حضرت ابوبکر صدیق می‌ایستند. و قول علمای اهل سنت و الجماعه فاضل‌ترین شخص بعد محمد صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. این شاءالله در دوام صحبت فضیلت‌های حضرت یک از برای شما بیان میکنم، خطاب قضاوت کنید که تا کدام درجه ما اهل سنت و الجماعه حق داریم که فضیلت او را اقرار نماییم و او را بهترین و خوبترین و بالاترین و دوست داشته ترین صحابیای پیامبر صلی الله علیه و سلم اعلان نماییم. حضرت ابوبکر صدیق خصلت‌های دارد
فضیلت‌های بخشیده که به دیگر صحابی‌ها عطا نفرموده است. در ابتدا اجمالاً بعضی از فضیلت‌هاش را بیان می‌کنیم، بعد وقتی که تعریفش میایم انشاءالله درباره این فضیلت‌ها مفصلاً استفاده می‌کنیم. اولاً حضرت ابوبکر با دوستی پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت با سعادت آن حضرت مشرف گشته است. در ایام جوانی حضرت ابوبکر با رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست بود. انما یعرف ذا الفضل من الناس سبوه. بزرگ میفرماید که این از جزی نیست که صاحب فضیلتان را از میان مردم صاحب فضیلتان نشناسند. خداوند که ابوبکر صدیق را فضیلت داده بود، عقل داده بود، آداب عالی داده بود، وقتی که در سیمای محمد صلی الله علیه و سلم هنوز قبل از بعثتش امانت میدید، جوانمردی را میدید، حقگویی و صدق میدید، دوست داشتن مردم مظلوم میدید، دوست داشتن این تفلکا را میدید. هنوز قبل از پیغمبریش و او دوستی و رفاقت اختیار کرده بوده، از صمیم قلب را دوست می‌داشته، احترام می‌کرد، همنشینش بود. ثانیاً حضرت ابوبکر از میان مردان بالغ آزاد اول شخص است که دین مبین اسلام را از پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول فرمود. واقعاً قبل از حضرت مادرمان بیبی خدیجه رضی الله عنها، دختران حضرت صلی الله علیه و سلم، حضرت علی کرم الله وجهه، زید ابن حارثه اسلام قبول کرده بودند. اما از میان رجال مردان بالغ آزاد اول شخصی که اسلام قبول فرمود حضرت ابوبکر است که وقتی با پیامبر امر شد از جانب خداوند و انذر عشیرت اقربین و انذر عشیرتک اقربین، و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت وقتی که با ابوبکر مراجعه فرمود، ابوبکر هم در کلمه شهادت به زبان مفتخر به اسلام داشت. سوماً ابوبکر صدیق اول شخص است که با تبلیغ دین مبین اسلام و اجازه رسول الله صلی الله علیه و سلم پرداخت. قبل از اسلام ابوبکر اسلام فقط در اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم منحصر بود. کسی از غیر اهل بیت اسلام قبول نکرده بود. از زمانی که حضرت ابوبکر اسلام قبول کرد و تبلیغ شروع کرد، در اندک مدت فاضلترین جوانمردترین اشراف قریش و اسلام دعوت کرد و مشرف به اسلام گردانید. از میان اشخاصی که حضرت ابوبکر سببدار آن شد که اونها دین مبین اسلام قبول سازند میتوان حضرت عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، طلحه ابن عبیدالله، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیده ابن جراح، سعید ابن زید، فاطمه بنت خطاب و دیگران نام بود که با شرافت دعوت حضرت ابوبکر اونا اسلام قبول کردند و اکثر ایشان در همه عشره مبشره داخل هستند. اما 10 نفری که در حال حیاتشان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ایشان مشورت جنت داده بود. نهایت حضرت ابوبکر در تاریخ یگانه شخص است که مشرف گشت و پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه هجرت کرد. ولی انشاءالله در طول صحبت مفصلا بیان میکنیم. و حضرت یاری غاری پیغمبر بود. در غار ثور وقتی که اینا از دست مشرکای قریش پناه برده بودند، حضرت ابوبکر در پهلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. دیگر اینکه حضرت ابوبکر یگانه شخص است که تمام مسلمانان او را یا خلیفت رسول گفته مراجعت میکردند. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی الله عنهم
با نام امیرالمؤمنین معروف بودن، با تخلص امیرالمؤمنین مردم به اونا امیرالمؤمنین گفتن مراجعت میکردن، اما به حضرت ابوبکر یا خلیفه میگفتن، یا خلیفه رسول الله. این عنوان حضرت ابوبکر است که خداوند او را مشرف کرده. دیگر نام که حضرت ابوبکر صدیق یگانه شخص است در اسلام که 4 پشتش مشرف به صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته. 4 پشتش. پدرش مسلمان شده بود، مصاحب یکی از صحابیای پیغمبر محسوب میشود، ابو قحافه. خودی حضرت مسلمان بود. فرزنداش، پسراش، هم دختراش و نبیرهاش صحابیای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند. چی نبیرهای پسری و چی نبیرهای دختریش. در اسلام غیر حضرت ابوبکر کسی نیست که 4 پشتش صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه. همه خدمتگارای اسلام باشه. و نهایت حضرت ابوبکر یگانه شخص است در طول تاریخ بشر که یک پیامبر مرسل و آن همچین پیامبر مثل محمد صلی الله علیه و سلم از قفاش نباز خوانده است. غیر ابوبکر در تاریخ هیچ مرد را خدا خلق نکرده است که یک نفر پیامبر از قفای او اقتدا کرده نماخت. واقعا این بسیار یک شرف بزرگ است. انشاءالله حالی در موضوع خودش بیاید و صحبت بکنیم. قول امام ترمذی، قول امام بیهقی را که به ثبوت رسانیدیم اقتدا کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم را و ابوبکر رضی الله عنه در نماز. این بود چند از فضیلت‌های صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم، خلیفه رسول ابوبکر صدیق رضی الله عنه که به طریق فشرده از برای شما بیان کرده. اکنون بیاید یک نظر و تاریخی که بزرگوار اندازیم که کیست و چی کسی است، چی نام دارد، کی تولد شد، همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در اسلام چگونه قدم زد. البته که ما مفصلی بعد رفته نمیتوانیم، ما نمیتوانیم تمام واقعه و رخدادهای حیاتی او را بیان کنیم. اگر به این شکل صحبت کنیم قسم به خدا ممکن که 10 ساعت هم برای ما کفایه نکنیم. از این خاطر همه جاهایی را که من لازم میدانم، جاهایی که واقعا انگیزنده و محرک محبت مسلمانان شده میتوانم و خود بسند شما میرسانم. حضرت ابوبکر صدیق نامش عبدالله است. ابوبکر کنیت آن حضرت است که به همین کنیت معروف است و از بس که خیلی رسول الله صلی الله علیه و سلم او را ابوبکر گفته مراجعت میکرد، از این لحاظ تمام ملت اسلامی با نام ابوبکر او را میخوانندش و بسیار کم شخصا یاد میشود که نام واقعی او را بدانند. نامش عبدالله است، کنیش ابوبکر. عبدالله ابن عثمان. پدرش هم که با کنیه ابو قحافه در تاریخ معروف است، نامش عثمان است. نامی که پدر و مادر با او گذاشتن عثمان است، یعنی عبدالله ابن عثمان. ابوبکر ابن ابی قحافه رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 سال و چند ماه خورتر است. اگر تاریخ ولادت و سعادت جناب سرور عالم را مؤرخین عام الفیل نگاشته باشند، عام الفیل اکثر محققا میگویند که سال 570 هجری 570 میلادی است. 570 میلادی. بعضیا 20 اپریل گفتند، بعضیا 20 اوگوست گفتند، اما اکثر محققا میگویند که همین عام الفیل سال 570 هجری است. اگرچه در بعضی کتابا 569 گرفتند، در بعضش 571 گرفتند، اما همین 570 به حقیقت موافقت میکنند. زیرا یک مستشرق معروف است با نام کنسین د پرسیوال یک کتاب 3 جلده دارد تاریخ اسلام. در همونجا اثبات کرده است، یعنی که دلیل حجتهای زیاد آورده است با حسابهای نجومی و همون تقویمها و خلاصه میگه که اکثر محققا به همین قرار آمدن که سال عام الفیل همون 570 هجری است. پس مادام که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 570 هجری
به دنیا آمده باشد، سال تولد حضرت ابوبکر صدیق 572 میلادی است. 2 سال چند ماه از حضرت خودتر است و او از قبیله قریش است، از بطن بنی زهره، از اشراف قریش است. از بس که امکانیت و شرایط خوبی داشتن، علم خوبی نیست در خودی کسب کرد، همون مقداری که در جزیره العرب معروف بود، یعنی خوانده و نوشته میتوانست. و چون اکثری اشراف سادگان قریش از جوانی و تجارت هستند، به خاطر تجارت به شام سفر میکرد، به یمن سفر میکرد، کاروان ها می آورد و تجارت مشغول بود و در اندک مدت، یعنی تا همون زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیامبری مبعوث گشت، در کتب تاریخ آمده است که 40,000 درهم جمع آوری نموده بود. 40,000 درهم، من یک حساب سری دستکی کردم، تخمین 350 تا 400,000 دلار میشه که اون وقتی مبلغ بسیار مبلغ کلان بود، خصوص برای مردم جزیره عرب که اکثرشون قشاق بودن، بینوا بودن و پولم خرد داشتن و اسب زدن. و حضرت همه 40,000 درهم وقتی که اسلام آورد، در راه اسلام و در راه دین و شریعت غرای محمدی صرف کرده است. وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم به او مراجعت کرد که من از جانب خداوند و پیامبری مبعوث گشتم، گفت صدقت یا رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. در حال به یگان تردید، به یگان شک، به یگان سؤال الهی در حال ایمان آورد. چرا؟ زیرا که ابوبکر صدیق که یک عقل سالم داشت، بسیار شخصی صاحب فراست بود، و میفهمید حتی عقلنا که مردی که در مدت 40 سال با یک انسان دروغ روا ندیده است، چگونه میتواند که به خدای عز و جل دروغ گوید؟ از این خاطر از زمان پیامبر که همین سخن برآمد، در حال ایمان آورد، مشرف به اسلام شد و شروع نمود به دعوتی رفقاش. از بس که حضرت ابوبکر بسیار مرد حلیم بود، مرد مهمان دوست بود، مرد با سخاوت بود، صاحب فضیلت بود، چه اشراف و چه عوام الناس او را دوست می داشتند. یک محبت در میان قریش صاحب بود و جوانا با او بسیار میل داشتند و خانهش آمده رفت میکردند. زمان پس در یک صحبت خاصه حضرت ابوبکر به رفیقاش مراجعت کرد که تا کی بتپرستی، تا کی در شرک و در کفر زندگی کردن؟ امروز خداوند ملت عرب را سرافراز گردان که از میانه ایشان خاتم نبوت محمد صلی الله علیه و سلم را مبعوث ساخت. پس ای برادران ایمان بیاره، جانهای خود از آتش جهنم نجات ببخشید. وقتی که ابوبکر صدیق که با صدق خود در میان مردم معروف بود این سخن گفت، در حال رفقاش، دوستاش، کسایی که میان قریش صاحب مرتبه و منزلت بودن، اونا اکثرش تاجر بودن. عبدالرحمن ابن عوف که از بایترین اشخاص قریش در حال ایمان آوردن و پیامبر. در ابتدا 5-6 نفر معروف ترینشان اسلام قبول کردند، از جمله حضرت عثمان ابن عفان، طلحه ابن عبیدالله، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، زبیر ابن عوام، بعدتر ابو عبیده جراح، ارقم ابن ابی ارقم، سعید ابن زید، عبدالله ابن مسعود و چند زن از جمله فاطمه خواهر عمر خطاب رضی الله عنهم ایمان آوردند و مشرف به اسلام گشتند. و در ابتدا مسلمان ها در خانه ارقم ابن ابی ارقم جمع آمدند و در خانه او پیامبر صلی الله علیه و سلم و ایشان از اسلام و از احکام شریعت غرا تعلیم میدادند. مادر ابوبکر صدیق طبق بعض روایت ها، در بعض روایات تاریخ آمده است که هنوز در زمانی که مسلمانان در خانه ارقم ابن ابی ارقم رضی الله عنه جمع آمدند، روز آمد و صحبت حضرت مشرف گشت. مادر ابوبکر ام الخیر
و اسلام را قبول کرد. اما در بعضی روایت های دیگر آمده است که مادرش بعدتر به شرف و اسلام داشته است. القصه حضرت ابوبکر، این مرد حلیم، این مرد صادق، از زمانی که اسلام آورده است قسم به خدا تا آخران رمق حیاتش همیشه صادق بود در اسلام. در لحظه ای که در قلب صحابیای پیغمبر بعضا شیطان زلزله می انداخت، شک تردید وارد میکرد، ابوبکر صدیق اونا را به سکینه دعوت میکرد، اونا را آرام میکرد، تزکیهشون میبخشید. اما این مرد واقعا تا آخر حیات جوانمرد بود، جوانمرد ماند و همچنین جوانمرد و صحابی گرامی و فاضل‌ترین پیامبر صلی الله علیه و سلم دنیا را ترک کرد. هر ملتی که چنین جوانمردا دارن انشاءالله هرگز خوار نمیشوند. هر پیامبری که مثل ابوبکر صدیق و رفقای او صحابیا داره انشاءالله شریعتش همیشه مالید است، همیشه پابرجا است. هیچ شیطان، هیچ دشمن نمیتواند که او را متزلزل کنه. گفتیم که حضرت ابوبکر صدیق خدای تعالی مال فراوان داده بود و همین مال در اسلام صرف کرده است. از جمله چندین غلام‌هایی را که دین اسلام قبول کرده بودند و به سبب دین حق، قول حق، خواجگان به مروت ایشان آنها را زجر عذاب میکردند، با پول ابوبکر خریده شده و آزاد گشتند. قصه حضرت بلال شما بسیار شنیده، بابای ایشان مفصلا دیره نقل کرده است، در فتوحاش است. انشاءالله حالی اگر پیش خود مقصد گذاشته ایم که وقتی که درباره تاریخ اسلام گپ زنیم، تاریخ حضرت بلال هم یک صحبت خاصه و رویده میشود. از این لحاظ در اینجا درباره آزاد شدن حضرت بلال و طریقه اسلام آوردنش من صحبت نمیکنم. صحبت ما حضرت ابوبکر است. وقتی که موضوع حضرت بلال برسیده ما انشاءالله مفصلا دیگر صحبت میکنیم. در اینجا مجملا بیان میکنیم که حضرت بلال عامر ابن فحیره را، چندین کنیزکار را از جمله لبینه را، حتی یک کنیزه که عمر ابن خطاب رضی الله عنه را در زمانی که هنوز اسلام نآورده بود و حضرت ابوبکر با پول خود خرید آزادشان کرد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم باری در صحبت نشسته بود، گفت ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر. گفت قسم به خدا از هیچ مال دنیا من اونقدر منفعت حاصل نکردم آنچنانی که از مال ابوبکر صدیق رضی الله عنه. حضرت پاروش نشستگی بعد گریان شد، بسیار حلیم بود، قلبش به درجه معنوس بود به پیغمبر و اسلام که در آن لحظه گریه میکرد. گریان شد، گفت یا رسول الله فداک ابی و امی انما انا و مالی لک. یا رسول الله گفت پدر و مادرم فدای تو شود، من مال من متعلق به تو است، هر نوعی که میخواهی ما را استفاده بود. حضرت ابوبکر همیشه در وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زجر عذاب ها میکشید یک پروش قایم و استوار. حالتهایی میشه که حضرت زجر میکردن، ابوبکر میرفت در همون دعوا و جنجال ارانش میشد، این هم نتکوب میخورد. در تاریخ آمده است بار حضرت نماز میخوند. قصه این زجر قریش من برای شما مفصلا چندین بار صحبت کردم، گمان میکنم که احتیاج ندارد. اگر چنده که هر قدر درباره زجر پیغمبر، عذاب و جفاهایی که از مشرکان دست ما با مردم زیادتر صحبت کنیم، انشاءالله تخم محبت در قلب مردم بیشتر شکوفا میگردد. هر کسی را زیر خدای تعالی عقل فراست داده است، این عذاب و زجرهای پیامبر شد اگر خداوند او را عقل داده باشد ایمان داده شد پیش نظرش بیارد و این پیامبر خیانت نمیکند. باری حضرت نماز میخواند، بدبختا آمدن از قفا، پیرهنش از قفا کشیدن که یاخش در گریبانش رس شد، قریب که گلوگیرش میکردن، میخواستن که بکشند. تا همه حد حضرت بد میدیدن نسبت و نفرت داشتن. ابوبکر گریان آمد خیچت پوش کرد، گفت این چی کار است شما میکنی ای بی مروتا، ای ناجوان مردا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. اگر شما مردی را که میگه پروردگار من الله تعالی است
لگت به شده در روش آنچنان کف که دیگه بینیش بر اخسارهاش هم باشه جویه شد از هوش رفت از رد به عذابهای آوردنش خانه در خانه وقتی که هوشش به سرش زد پرسید که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه حال داره؟ گفتم خوب است احوالی تو بدتر است. گفت نه من میخوام ببینمش. گفتم آخه تو به این حال چه خارج میشه بشین ولی کمی تبابت بگیر بعد انشاءالله با میره پیشم با محمد صلی الله علیه و سلم. گفت قسم به خدا تا اینکه نبینمش بچه‌ش که آرام است بی‌درد بی‌رنج است طعام نمیخواد. دیگه بیچاره مادرش در تشویش قلبی همراهی زن صالحه با نام ام جمیل این او زن ابولهب ملعون نیست این دیگر زن است. شبانه نزد پیامبر آمدن گفتن یا محمد علیک الصلوة و سلام به خانه ما تشریف بیار که این پسر من گفت از خوردن آشامیدن ماند است خودش قدرتی آمدن نزد تو ندارد میگوید تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم را نبینم طعام نمیخورم. حضرت شبانه آمدن نزد ابوبکر تا اینکه او را دید تسکین گرفت. در بعض روایت ها از جمله ابوالحسن ندوی رحمه الله میفرماید که ام الخیر مادر ابوبکر در همه جا ایمان آورد پیامبر صلی الله علیه و سلم. گفتن که بعضیا گفتن که در خانه ارقم ابن ابی ارقم ایمان آورده بود مادرش، اما بعضیا میگویند که در همه حالت در همه وضعیت اسلام قبول کرد. پس همیشه یار و مددگار رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق بود. تمام زجر و عذابها را همراهش تحمل میکرد. چندین مدت سپری شد تا اینکه آخر الامر پروردگار اسلام توسط انصاری های یثرب قوت بخشید. یک آفتاب امید آرزوها با تجلی شروع کرد از جانب یثرب و پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابیای خود سفارش داد که به یثرب سفر کنند، هجرت کنند. گفت دار مشرکان را ترک کنید امروز شما به یثرب سفر کنید. اونجا برادرای انصار منتظر ما هستند. انشاءالله با کمک ایشان یک دولت اسلامی را تحریزی و پایه‌گذاری میکنیم و انشاءالله اسلام از یثرب به تمام عالم منتشر میکنیم. صحابی ها یک دو و گروه و جانب مدینه منوره رهسپار گشتند. حضرت ابوبکر شب آمد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله اجازه هست که ما هم جانب یثرب رویم. اما حضرت هر باره من بشنید در تاریخ آمده است میفرمود یا ابابکر لا تعجل لعل الله ان یجعل لك رفیقا. ای ابوبکر عجله نکن سراسیمه نشو. شاید که خدای تعالی از برایت یک رفیق انتخاب کند همراه رفیق دو نفر بی کم اندوه عازم مدینه منوره گردید و تاریخ اثبات نمود که رفیق ابوبکر کی است. عاقبت الامر در ماه ذوالقعده در تاریخ آمده است که در 27 ماه ذوالقعده شب رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت خانه ابوبکر آمد. تاریخ را مفصلا بیان میکنند که چی سبب شد که پیامبر شتاب کرد از برای به مدینه منوره رفتن. قریشی‌ها روز در دارالندوه جمع شدند در مکانی که مشورت میکردند سرورای قریش. اونا در دهشت افتیده بودند از هجرت مسلمانان به مدینه که اگر این مسلمانان امروز به مدینه روند اگر قبیله اوس خزرج مدینه دین اسلام قبول کنند در مقابل ما یک دشمن قوی و توانای قرار خواهد گرفت. از این خاطر با مشورت شروع کردن که چیکار کنیم تا اینکه همین نگذاریم اینا را که یک دولت مستحکم سازند و به مقابل ما یورش نمایند. چندین نفران نشسته‌اند در تاریخ ها همون صحبت مفصلا آورده شده است. زیرا بعضی همون شخصایی که در اون مجلس شرکت داشتن خدای تعالی اونا را به اسلام مشرف گرداند. عاقبت الامر شخص با نام ابوالبختری از اما اشراف قریش گفت بیایید زنجیر پیچش کنیم محمد صلی الله علیه و سلم و حبس خانگیش کنیم.
نگذاره گفت که از همه جا خارج شود. انشاءالله وقتی رفیقاش دیدن که پیامبر به سراغشون میآید، آهسته آهسته زندگی براشون تنگ میشود در مدینه منوره. و خصوص که اونجا تاجرای یهود هستن، اونا چشم دیدن ندارن این مسلمان‌ها را، نمیگذارن شد. آهسته آهسته با مجبور میشن کفا میآید. در میان اونا یک شیخ نجدی از نجد شرکت داشت، در تاریخ ها آمده است. و اکثر محققان و مفسران میگن که شیطان در خلقت یک شیخ در مجلس شرکت میکرد، چه معرفی کرده بود که من از نجد هستم، از ولایت نجد هستم. اما او بدبخت هم شیطان گفت نه قسم به خدا این مصلحت ابوالبختری مصلحت درست نیست. شما اگر این را محکم میکنه، دوستا و رفقاش مدینه را بر ضد شما برمی انگیزند، میگذارند این جوان مردای شیرای خدا که حبیب خدا را شما زنجیر پیش کنین او را در مدینه منوره استراحت بدن. نه، تمام جزیره را بر ضد برمی انگیزند. آخرالامر میان کمربندتون هم میشکنند، حبیب خدا را آزاد میکنند. این مصلحتی تو نشد. یک نفر دیگرش قایم شد، پس بیایی گفت میزنیم میرانیمش پیشش بکنیم. برای هر کی جای میره و جانی ما هم خلاص، نه دعوا و جنجالش در کلای ما میمونه، نه ما با اون کاندار میشویم. باز همون شیطان در که لباس شیخ نجدی را پوشیده بود گفت که نه این مصلحتی تو نمیشه. وقتی که با دست خود او را آزاد میکنه و رهاش میکنه، هر نوعی که دلش میخواهد بر ضد او مبارزه میکنه. شما حق نداره او را امروز آزاد کنید. امروز که او در دست شما گرفتار است، باید از فرصت استفاده کنید. نهایت دشمن سرسخت‌ترین خدا و رسول خدا ابو جهل ملعون خواهیم شد. گفت برادران، من یک مشورت دارم، یک مصلحت دارم. بیاید از هر یک بطن قریش یک کسی را انتخاب کنید، در دستش شمشیر را بدهید، 10 نفر انتخاب بکنید از 10 بطن و همه یک جایه به جان محمد میتازند، همه به او ضربه میزنند. اگر یک نفر باشه که مثلا بنی هاشم از اون قصاص میگیرند، را زنده نمیکنند. اما وقتی که تمام قریشی ها از هر بطن از هر اولاد یک نفری در قتل او اشتراک کرد، دیگر علاج ندارند، مجبور هستند که همون دیگر خونبه ها را بگیرند. نمیتونه که بنی هاشم و تمام قریش سر خنجر را به دستی بزنند. این شیطان ملعون گفت بهترین سخن همین شخص گفت، ابوالحکم گفت. قول او را قبول کردن، 10 نفر حتی انتخاب نمودن. در میان اون 10 نفر همین بدبختی ابو جهل و عتبه ابن ربیعه و برادر شیبه ملعون و عقبه ابن ابی معیط سرسخت‌ترین دشمنای پیامبر خدا بدن و مقصد گذاشتن که شبانه به خانه حضرت هجوم میکنیم و او را قتل میکنیم. و همین شب همون 27 ماه ذوالقعده بود. حضرت شبانه آهسته از خانه خارج شد. خدای تعالی چشماش مکور کرد. در بعضی روایات آمده است که حضرت یک مشت خاک از زمین برداشت و بالاشون افشان و حدی کور شدن که از پهلوش گذشت ندیدنش. در جای خودش علی ابن ابی طالب رضی الله عنه خوابانید، یک بردی سبز داشت بالاش پوشان، گفت نترس خدای تعالی همراهی توست، به جان تو کسی آسیب رسانده نمیتواند. بعد نزد حضرت ابوبکر آمد و حضرت ابوبکر از همون 40,000 درم 5,000 درمش برای چنین روزه گذاشتن. همون 5,000 را همراهش گرفتن، همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج شدند از مکه شبانه. کسایی که حج خانه خدا را کردن، البته که غار ثور را دیدن، اگر بالا هم که نبرآمده باشند از همون پایان دیدنش. ثور نام کوهی است که تقریبا 4 میل از مکه خارجتر است، بیرونتر است. باور کنید به حد راه پرپیچ‌وتاب دارد، به حد راه مشکل دارد که الهی توبه. حتی بعضی حاجیان در همونجا جان میبازند و خاطر زیارت تماشا میروند، در همون راه وفات میکنند. بعضیش دیگر وقتی که دلشان قوت نمیخورد، همین خیلی حادثات زیاد میشه، بسیار مشکل است. چند کیلومتر لازم میآید به همون بالا شدن، همراه با همون کوه بالا شدن. میدانستند که وقتی که قریشی‌ها از خارج شدن اینا ملتفت شوند، البته که از قفاشون شخص میفرستند، حتی برای کشتن اینا هدیه ها اعلام میکنند، این عامها به مردم اعلام میکنند.
از این خاطر شبانه هر قدر که قوت توانایی داشتن عازم همون غار شدند. شیخ ندوی روایت میکند که در راه حتی پاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم کوفته و آزرده شد. حضرت ابوبکر با وجود آنکه نحیف بود، کم گوشت بود، در پشتوارش گرفت حضرت چند مقدار پیاده بود داشت. آمدن عاقبت الامر به همون جایی که با نام غار ثور معروف است همونجا رسیدن. گفت یا رسول الله ذره تدرمی توقف که من داخل شما را ببینم. در آمد تفتیش کرد، هموار کرد غار. در قصه آمده است مثلا مصنف رحیق مختوم شیخ مبارک فوری روایت میکند که 3 سوراخی دید حضرت ابوبکر. یک پره ایزا شدرانی یک سوراخش محکم کرد و بعد از او 2 سوراخی دیگر به کفای پاش محکم کرد که مبادا یگان گزنده از وجه خارج نشود. بعد از او گفت یا رسول الله داخل شود. حضرت که مانده شده بود در آمد و سرش در بالای زانوی یاری غاری خود گذاشته خواب کرد. در همین لحظه امام رزین روایت میکند همین حدیث با اسناد، البته در اسنادش یک ضعفی اندکی هست، اکثر همین روایات تعلیقی در اسنادش اندک ضعف دارد. روایت میکند در مشکات شریف هم همین حدیث آمده است که چیز پای ابوبکر صدیق گزید. از شدت درد اشک در چشماش حلقه میزد، اما صداش نبرابر که مبادا پیامبر صلی الله علیه و سلم خوابش براحت نشد. اشکاش در روی مبارک حضرت چکید. سرش برداشت گفت چی شد یا ابوبکر؟ گفت یا رسول الله چیز پا مگزید. حضرت آبی دهنش گرفت، کفی پای رسول الله حضرت ابوبکر و همون کفی پاش و آبی دهانش مالید تا اینکه خدای تعالی اندکی دردی او را تسکین داشت. این افسانه نیست برادران. امام رزین این را به اسناد روایت کرده است. همین قصه غار و گزیده شدن پای حضرت ابوبکر. بعضی مصنفان نقل میکنند متاسفانه امروز بعضی جوانای ابله ما و دعوا میکنند که شما افسانه نقل میکنید. این افسانه نیست. این قصه های تاریخ پیامبر ما و شما هستند. قصه غار و رفاقت حضرت ابوبکر صدیق در غار با رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن عظیم الشأن آمده است. در آیه 40 سوره توبه خداوند متعال می‌فرماید استعیذ بالله الا تنصره فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. الآیه خداوند میگوید که اگر ای مسلمانان و ای مردم ای بندگان من اگر شما حبیب مرا کمک نکنید خداوند خودش که نصرت میکنه. خداوند خودش کمک میکنه. این یک کمک کننده بزرگی چند الله تعالی دارد. و بعد از اون قصه همین غار کرد که وقتی که مشرکان بدبخت او را خارج کردن از مکه، یعنی به سبب زجر و تعدی مشرکان حضرت از مکه خارج شد. ثانی اثنین بود. دویم نفر همون 2 شخصی بود که در غار بودن و حضرت ابوبکر صدیق رفیق شما در اونجا تسکین میبخشید. لا تحزن یا ابوبکر، ای دوستی من تو محزون نشو، این الله معنا. خداوند همراه ماست، چرا تو محزون میشوی؟ خداوند پشت پناه ماست، نگاهبین ما پشت میکنه. تمام مفسرین کرام از اهل سنت و جماعت و در معروفترین و مشهورترین کتب اهل تشیع نیز کسی خلاف ندارد که همون دویم شخصی که در غار بود، یعنی که رفیق پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق است. چند از تفسیرهای معروف اهل تشیع من نظر کردم، از جمله تفسیر المیزان طباطبایی را، تفسیر امثال و دیگر را در همش آمد از کسی خلاف نداره در این مسئله. ببینید این شخص حضرت ابوبکر صدیق فضیلت دیگرش در این است که خدای تعالی او را توصیف میکنه در قرآن، یار و صاحب پیامبر خود صلی الله علیه و سلم میکنه. چنین شخصی بزرگی بود. همت او گشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر قبر. حضرت
علامه اقبال لاهوری میفرماید که همت این مرد بزرگ، همت این جوان مرد همچون یک ابر بود که برای ملت اسلام رحمت بارانی. این شخص ثانی اسلام است، ثانی غار است، ثانی بدر است که در عریش در بدر در پهلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم و ثانی قبر است که در پهلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم در خاک گذاشته شده است. چنین جوانمرد است حضرت ابوبکر صدیق. مدت 3 روز جمعه، شنبه، یک شنبه در همون غار سکونت کردند. زیرا قریش وقتی که سحر حتی همون شبانه وقتی که میخواستن پیامبر را به قتل رسانند آمدن، وقتی بستر را برداشتن دیدن که حضرت علی که خود بداری به بلوغت نرسیده بود خواب است. از پیامبر سوالش کردن گفت نمیدونم. خارج شدن با ترس هراس خانه ابوبکر صدیق آمدن، در کوفتن. اسمای دختر حضرت ابوبکر در به روشان باز کرد. پرسیدن که پدرت کجاست؟ گفت نمیدانم، قسم به خدا شب به خانه نبود. ابو جهل ملعون لعنت خدا بر او یک مشت به همون زن فرو کوفت. این دشمنای خدا نامردن، جوانمردی ندارن. یک دخترک که هنوز آن شوهر نکردن یک مشت بروش فرو کوفت. بعد از او انعام اعلام کردن 100 شتر ماده برای هر یک نفرش، خواه زنده و خواه مرده. گفتن کسی همین دو کس میارن برای هر یک نفرش 100 شتر انعام میگیرن. بعد شروع کردن از قفاشون با جستجو. بالای همون که هم بر آمدن. خدای تعالی از بس که چشماش مکور کرده بود از بالای غار گذشتن. حتی حضرت ابوبکر به تهلوکت آتید گفت یا رسول الله یا را ببین، اگر یک نفرش همین قدماش نظر اندازد ما او را میبینم. حضرت در جواب فرمود در صحیح بخاری آمده است که یا ابوبکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما. گفت ای ابوبکر در حق این 2 نفره که سوم اونا خداست، محافظ اونا خداست، تو چی گمان داری؟ تو گمان داری که خدای تعالی دوستای خودش آشکارا میکنه؟ قسم به خدا لا تحزن ان الله معنا. هرگز محزون نشد، اینا هرگز ما را نمی‌آورند، خداوند همراه ماست. بعد 3 روز در همین مدت 3 روز یکی از همون غلامای مسلمان که در عذاب و مشقت گرفتار بود، عامر ابن فحیره رضی الله عنه و حضرت ابوبکر او را آزاد کرده بود و این به خاطر شیر و پشم گوسفندای ابوبکر، یعنی در عوض همه اجره گوسفندای حضرت ابوبکر نگهبانی میکرد. شبانه گوسفندا را به نزد همون غار میراند تا اینکه از شیر گوسفندا استعمال کنند. حضرت وقتی که 3 روز گذشت، نهایت روز دوشنبه در 2 شتر سوار شدند. یک نفر مشرک از اعراب راه بلد اونا شد با راههایی که نامعنوس بود، مردم به او راه نمی رفتن، کاروان از او راه نمی گذشت. حضرت همراه ابوبکر صدیق به مدینه منوره ساق سالم آورده رساند. در این بین قصه های عجیب و غریب گذشته است. یک مرد با نام سراقه ابن جعشم که پیگیر بود از شیرگیرای عرب بود، وقتی شنید درباره این انعام گفت قسم به خدا پیداشو میکنم، لااقل یک نفرش پیدا میکنم. و از قفاشو ایزی پا را گرفت و آمد آخر الامر و حد نزدیک شد که شناخت شد. اسب دوام خدمت خدای تعالی اسبش پیش پا خورد، از بالای اسب ما در زمین زد. شخصی که در بالای اسب کلان شده است. این اعرابی بادیه همه از خودی همه از سوار در بالای اسب هستند. در تعجب مون که در راهی راست چی نمیشد که من از اسب نتیدم. بار دیگه بار سوار شد، اسب تازون با همه اسب لغ شده حالتی در زمین. بار سیم پاهای اسبش در زمین فرو رفت و این پرداختش از بالا اومد در ته. فهمید که اینجا چی سیری هست، از همون دور صدا کرد. گفت قسم به خدا از من خوف نبرید، من در جان شما آسیب نمیرسونم، فقط من میخواهم که شما اثبات کنید که من شما را دیدم. مثلا یک وثیقه بنویسید که من به شما رسیدم، شما را دیدم. حضرت نزدیک شما من گفت یا سراقه زمان میشود که تو لباسای کسرا پادشاه ایران در تن میکنی. این در تعجب زد که ما کجا و کسرای پادشاه ایران کجا.
یک آدم بگن که زمانی میشود که تو جای پرزیدنت امریکا بوش میگیری یا تاجیک هم قبول میکنه. یک عربی را که مجهول از کسی نمیشناسش پیامبر اونا مشوره داده است که زمانی میشود که تاجی مکدل مرصع اطلاعی کسرای نوشیروان در بالای سمیت گذاشته میشد. باورشان ها قدرت خدای تعالی وقتی که یزدگرد سه فرار کرد از پایتختش مدائن وقتی که با تصرف مسلمانان در اومد دیگه ایترسی جان یزدگرد لباساش هم خدیش نگرفته بود، تاجش و لباسای فاخرش در همون بالای تختش گذاشته شد و سعد ابن ابی وقاص اونا را به نزد حضرت عمر فرستاد. حضرت او سراقه را پیدا کرد، از مکه سراقه این جان شما آوردن موسیقی چی و آورد تاج در سرش گذاشت و همون لباس فاخره پادشاهای عجمی را پوشاند. گفت یا سراقه اگه باورت آمد دیدی که ما پیروی چی بزرگواری را میکردیم، دیدی که شما یک زمان با چی بزرگواری دشمنی میکردیم. سراقه گریان شد. این یکی از معجزه‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم است که آشکار میشه و به همین طریق همیشه این دو یاری‌ها رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه با دوست عزیزش حضرت ابوبکر صدیق به مدینه منوره رسیدند. ان شاء الله صحبت طول کشید. در همیشه سخن خود به پایان میرسانیم. یک نظم ان شاء الله از براتون قرائت بکنیم و بعد باقی مانده صحبت ما به هفته آینده ان شاء الله این صحبت ها مفصل هستند. وقتی که به شما قصه تاریخ اسلام صحابیای پیامبر صلی الله علیه و سلم کنده می شود، همچنان که فیلم تماشا میکنید برادرای عزیز شما هم تأثیرات خودتون تخیلات خودتون به کار بندازید. باور کنید قسم به خدا شخصایی که محبت واقعی به اسلام دارن وقتی یک قصه را بشنوند خودشون در بین همون واقعیت تصور میکنن. همون چقامی که از چشم انسان میریزد در همین صورت میریزد. تصور میکنن که هیچ عذاب و مشقت‌های پیامبر متحمل داشته است که امروز ما صاحب عقیده راسخ گشتیم، صاحب این دینی بزرگ گشتیم، صاحب شریعتی راه گشتیم که امروز تمام دنیا به ما حسد میبرد. امروز از سایه مسلمان، از لا اله الا الله گفتن مسلمان دنیا همه در تشویش است. علامه اقبال لاهوری یک نظم دارد در وصف ابوبکر صدیق رضی الله عنه میفرماید من شب صدیق را دیدم به خواب، گرز خاک راه او چیدم به خواب. یک شب میگوید حضرت ابوبکر صدیق در خواب دیدم، گرز خاک راه او چیدم به خواب. در حال با خدمتش مقصد شتافتم و پای بوسه شتافتم. آن امن الناس بر مولای ما، آن کریم اول سینای ما. صدیقی که امن الناس است بر مولای ما، صدیقی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است ان امن الناس علی فی صحبته و ماله ابوبکر. و درسته که امین‌ترین شخص، امین‌ترین شخص، نزدیک‌ترین شخص و صحبتش و مالش و من ابوبکر صدیق است. ولو اتخذت خلیلا لاتخذت ابابکر خلیلا. حضرت میگه اگر من یک خلیل برای خود انتخاب میکردم، دوستی نزدیک، البته که حضرت ابوبکر صدیق خلیل انتخاب میکردم. ولکن اخوة الله و مودته، اما خداوند ما را هممون برادر اعلام کرده است. اخوت اسلامی و مودت را در میان مردم اعلام داشته است. همت او گشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام غار و بدر خبر. گفتمش ای خاصه خاصان عشق، عشقی تو سرمطلع دیوان عشق. و او مراجعت کردم که یا محبوب ترین دوستان محمد صلی الله علیه و سلم، ای کسی که در محبت خدا و محبت رسول اینقدر پافشاری کرده ای. گفتمش ای خاصه خاصان عشق، عشق تو سرمطلع دیوان عشق.
تاخته از دستت اساس کاری ما، چاره فرما پی آزاری ما. و اون مراجعت کردم که تو با وجود آن که جسمت نحیف بود، با وجود آن که سین سالت به جای رسیده بود، با وجود آن که به سبب همون زهری که همون مار در غار ثور به تو زده بود تمام حیات عذاب کشیدی و درد رنج کشیدی و عاقبت الامر به سبب همون از دنیا گذشتی. با وجود این وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت، بیرق اسلام پرتو افشان کردی، دین اسلام در عالم منتشر کردی، نگذاشته که هیچ مشرک با مسلمانان سرپنجره بود، نگذاشته که در نیم جزیره عربستان هیچ قبیله که مرتد شده بود به جزا ماند. از یک طرف با فارس با جنگ خواهیم شدی، از طرف دیگه با قیصر روم استوار شدی، در محاربه شکستشان دادی، کمربندشان شکستی. ای جوانمرد، چاره فرما پی آزاری ما. امروز ما مسلمانان خار و ذلیل شده ایم، امروز دشمن بالای ما مستولی گشته است. برای ما یک مشورت بده که چیکار کنیم که مثل مسلمانای زمان اول ما صاحب عزت باشیم، صاحب آبرو باشیم، صاحب اعتبار باشیم. گفت تا کی در هوس گردی اسیر، کتاب از سوره اخلاص گیر. گفت سبب ضعف شما آن است که شما اسیر هوا و هوس دنیا شده. آخی برای شما را همین سوره اخلاص کفایه است. شما از سوره اخلاص از قل هو الله احد باید آبتاب بگیره. این که در صد سینه پیچد یک نفس، سیر از اسرار توحید است. یک نفس لا اله الا الله در صدها سینه پیچید و این لا اله الا الله دنیا را متزلزل گردان و این لا اله الا الله چشم مردم بینا کرد. مگر همین سیر توحید الهی نیست؟ شما از لا اله الا الله دور مانده، شما پریشان و پراکنده شده، شما بدبختان مسلمان را تخریب کرده ایستاده است. شما در آسیاب دشمن آب ریخته ایستاده، شما به ناموسای به وجدان و امر خواجه های اون طرف اقیانوس مسلمانای برادر خود را حکم به کفر میکنید. بعضی مسلمانان در مسجد فتنه میانگیزه. از کجا شما صاحب آبرو و عزت شوید؟ آن که نامت را مسلمان کرده است از دوی سوی یکی آورده است. ای بدبخت، او خدایی که ترا مسلمانت کرده است همه تا به وحدت دعوت کرده است. انما المؤمنون اخوه گفته است. مسلمان برادر مسلمان است. خویشتن را ترک افغان خوانده ای، وای بر تو آنچه بودی مانده ای، اما تو بدبخت هنوزم ترک هستی و افغان هستی و عجمی و ایرانی هستی. چه جای ترک افغان؟ هنوزم تو بدبخت به خلابی و به کرمی و به خاک و به بلاها تقسیمی. مگر خدای تعالی تو را چنین معمول کرده است؟ مگر محمد صلی الله علیه و سلم نبود که تمام مسلمانان را همه را در زیر یک بیرق متحد ساخت؟ مگر حضرت صلی الله علیه و سلم نبود که فرمود لا فضل لعربی علی عجمی الا بتقوا؟ عربی بر عجمی هیچ فضیلت نداره مگر به تقوا. ترا چی بلاد رسید است امروز که اسلام عزیزت پهن پراکنده میکنی؟ ترا چی بلاد رسید است امروز که تو خدا پرستی را به محل پرستی تبدیل داده ای؟ این اسلام یک بحری بزرگ است، پر تلاطم است. اگر تو میخواهی خدمت خدا و خدمت دین مبین اسلامش کنی، تو نهنگ همین بحر باش. و تو بدبخت در یک سیستم علی بحر آب میگیری و به همون قشلاق محلت همه بریم دعوای ایمانداری به اسلام داری میکنی. اسلام اون نیست، اسلام این بحر است، با بحر یک شاه. خویشتن را ترک افغان خوانده ای، وای بر تو آنچه بودی مانده ای. ای که تو رسوای نام افتاده ای، از درخت خویش خام افتاده ای. صد میلت از میلت انگیختی، بر حریم خود شده خون ریختی. از یک میلت صد میلت کردی تو بدبخت. تو حریم خود حرام کردی، حریم خود برای مردم آشکار کردی. و حریم مقدسترین جای انسان است. تو بدبخت، تو با کمک دشمنان خواهیم شده امروز.
منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان میکنم هر کسی که ادعا میکنه که برای ما یهودی از شیعی دیگه بالاتر است قسم به خدا کافر است. شیعه که کفرش ثابت نشده است کسی ادعا میکنه که همه یهودی صهیونیست با شیعی برابر است یا که از شیعی افضل است او کافر است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ای مسلمانان شما یهود و نصرانی را به خود رفیق گرفته و بعضی که مسلمانای خود مبارزه نبره ای بدبختا اونا با هم دیگر رفیق هستند. فمن یتوله منکم فانه منهم. هر کسی از شما با اونا دوستی را اختیار بکنه از همونا است از جمله همونا است. امروز چه احوالا ببینید امروز مسلمانان را بدل نگیر تقسیم کردن دشمنا و هم جنگ نظام میدوزن از دور از ثمرش استفاده میکنن. یک گروه صد بچه ها را در اینجا کش انداختیم تمامی علی تشیع حکومت کفر میکنن. یک گروه صد بچه های دیگر را در اونجا در اروپا امروز یک شبکه تلویزیونی با پلیس صهیونیستا ساخته شده است با نام سلام. هر کسی پرولیست که انتظار نداره بدونه یک تیوی سلام است که لعنت خدا بر اینا 24 ساعت در یک شبانه روز بالای اهل سنت بر جماعت طعنه و ملامت میریزند و تهمت میکنند. اونا کیا هستند؟ همون هم با پلیس صهیونیستا ساخته شده. هر کسی که بر کشکش دشمن پای برادر مومنش میگذد قسم به خدا از این سگ است از سگ بتر است. انشالله این روز وقت تمام شد ولی هفته آینده صحبت خدا دوام میدیم. بسیار بسیار خواهش میکنم ما باید یک شب توحید را مشهود کن غایبش را از عمل موجود کن. از حجاز چین ایران ما شبنمی یک صبح خندان ما خواب در سر تو از کجای نباشه ما مسلمان ما اولاد خلیل از ابیکم گیرگر خواهی دلیل. ما ز نعمتهای او اخبار شده یک زبان و یک دل و یک جان شده. مثال آوردن کتاب های بعض شخص های مجهوله که کسی اونا را نمیشناسد مگر دلیل نشما روتان سیاکی آخی شما عالم از دل و کتاب میخونه شما کتاب های معتبر را بخونه کتاب های را که ما اهل تشیع او را قبول دارن. واقعا کسی که سخن کفر زبانش میبره نزد ما کافر است نزد ما اهل تشیع هم کافر است. هر کسی که ازواج مطهره پیامبر صلی الله علیه و سلم طعنه و زنا میزند او کافر است نزد اونا هم کافر است. انشاءالله این موضوع این مسئله را با مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد متاسفانه وقتی ما با آخر رسید در آخر دعا میکنیم که خداوند ملت اسلام را بیدار و هوشیار گرداند. پروردگار نگذارد که دشمنان اسلام توسط صد بچگان خویش مسلمانان را به هم شورانند. خداوند ملت مسلمان را یک فراست یک بصارت عطا کند تا اینکه بتوانند مکر دسیسه و حیله و فتنه را از حقیقت جدا نماید. خداوند ما و شما را زبانمون را گویا گرداند که همیشه دعاگو باشیم آنچنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد خداوند دعا میکرد اللهم ارنی حقیقت الاشیاء کما هی. پروردگار و حقیقت اشیا را آنچنان که نزد تو محقق است آشکار است همچنین به ما نمایان کن. همچنین خداوند حقیقت اشیا را به ما و شما آشکار سازد. پروردگار مسلمانای تمام عالم متحد سازد تا اینکه در زیر کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله قلبای همه به تپش بیاید. خداوند این محلگرایی و این ملتگرایی را که امروز متاسفانه جامعه ما به این بیماری گرفتار شده است از میان ما برچیند و برکند. پروردگار دشمنای اسلام خار بگرداند. خداوند اسلام عزیز پیروز سازد برحمتک یا ارحم الراحمین. لازم امامتی او اما اگر چنین ضرورت نباشد بسیار جمله کلیسا امامت بسیار دعوا نکنید زیرا که باور کنید مسئولیتش به حد بزرگ است که قسم زیاد ای صحابیای پیغمبر از امامتی کردن میگریختن خوف داشتن. یمانت و کل اوناس از امامیش همین وعید خدای تعالی همین سخنه که حضرت خداوندی در قرآن گفته است برای همه ما
نمونه عبرت باشد. روزی که دعوت بکنیم هر گروهی را همراه امام شد. امام پیش خم از قضا سوال و جواب همه نمازها در ذمه امام است. الامام ضامن، امام ضامن نماز قوم است. این مسئله را التباس کنیم. و یک گروه دیگری از برادران خواهش دعا دارند. بعضی از برادرای مسلمان نیت سفر خارجه را دارند، به خصوص به ملک روسیه. دعا میکنیم که خداوند سفرشون را به خطر گرداند و پروردگار یک برکت مثبت به اونا عطا کند که دست خالی به خانه بر نگردند، بلکه نفقه اهل بیت خویش را فراموش ننموده خود یا به دست رفقای خود بفرستند. یک گروه دیگر از جوانان هستند که امتحان دارند در مکتب. زمان امتحان سر شده است. دعا میکنیم که خداوند ایشان